акнун дӯстони гиромӣ боз як мавзӯи дигаре ки дар охир мавриди баррасӣ қарор медиҳем чун одат ин ла лигаи испания мебошад. Ин ҳафта бо сабабҳои барои мо шумо маълум яке аз бозиҳои марказии давр бо иштироки дастаҳои Валенсия ва Реал Мадрид сурат нагирифт, аммо бозии дигаре ки дар маркази таваҷҷӯҳ буд ин дербии Каталония бо иштироки дастаҳои Барселона ва Эспаньол буд. Хуб, ҳолате ки дар классико дида шуд дар ин рақобат ҳам буд, яъне хатти баланди дифои дастаи Ханс-Дитер Флик, ҳатто ин гуна хабарҳо ҳам нашр шуданд ки ӯ 1 метр қафо рафтанро иҷозат намедиҳад вақте дифогарон хатти дифои худро хело баланд мебардоранд ва агар касе ки 1 қадам қафо мегузорад ӯро аллакай дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҷо хоҳад дод ин мураббӣ. Ва дар ҳамин бозӣ ҳам Эспаньол 2 гол зад, 2 голи он бекор карда шуд, дар маҷмӯъ 3 гол зад, 2 голи он бекор карда шуд ва 1 голашро ба эътибор гирифтанд. Чанд дафъаи дигар боз ҳам офсайдҳои сунъӣ хело хуб кор дод ва Барселона аллакай дар қисми якум инҷо ҳам бояд гуфта гузарем ки натиҷаи даркӯжро барои худ таъмин кард. Дани Олмо ин дафъа дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. من فکر میکنم چنین اسلوب الکای در یک بازی اساسی در ال کلاسیکو کار داد مقابل اسپانیول هم ببینید باز استفاده شد ولی من باوری ندارم که در کلی موسم ما از با چنین روش نگرستن به یک در موسم طولانی به طور جدی مناسبت کردن درست میآید زیرا که نه همه وقت میتوان با همین اصول موفق شد ولی اونجا اینها دسته فلیک از حساب اجرا کنندگان اولی در خط حمله میتوانند اول گل زنند بعدا مانع گل های حریف شوند. ببینید خود رافینیا این حال چه نتیجه خوب دارد. لیواندوفسکی هم با قول باز هم جوانی دوباره خود را از سر میگذراند ولی من باور ندارم که با چنین زیرکی خوسه آلمانی میتوان در آینده مثلا خود مقابل ریال مادرید موفق شد و ریال مادرید البته هان آبخیزی هم برایشان تا جای کمک نمود تا بعد از باخت بزرگ از ال کلاسیکو به خود بیایند و در فکر چنین زیرکی فلیک میشوند. من فکر دارم برعکس با چنین شکل بازی میشود در جریان یک موسم بازی کردن چون که رقیبان بر مقابل ریال مادرید همیشه کمتر خواهند بود با فرق از اون رقیبانی که برای مثال مثل اسپانیول باشند و حتی دستای از اسپانیول هم بالاتر چون اسپانیول این زمان در زمینه خیلی پس قرار دارد دچار مشکلی کلان است. برای این فوتبالبازانی که این زمان در دسته بارسلونا هستند کمک میرسانند. برای مثال اون فوتبالبازان خط دفاعی مرکز خود پاو کوبارسی و نیگو مارتینز این زمان این چیز رو خیلی خوب پای بردند و فوتبالبازان خط کانوری هم این اکنون گویم تصادف نیست که تنها در بازی ریال مادرید دستا در آفساید میقپد رقیبان رو. حتی اموری برآمد که این زمان از همه بیشتر در فوتبال اروپایی در آفساید هم از بارسلونا رقیبان رو میخواد 83 مرتبه. بله 83 مرتبه. یعنی این اکنون یک حالت تصادفی نیست، این اکنون یک حالتی است که با یک تاکتیک عمومی و تاکتیک مبادل شده است که کار داده شده است در همین شب و روز. ولی در بازی میشوند که چون این بازی که توکل کردن است تو اندازه و گویم که ریسکی است بر زیان بارسا خواهد بود. در همین موسم یک بازی چنین بود ولی اونجا همین فوتبالبازانی که در میدان هستند در همه بازی‌ها پاو کوبارسی، نیگو مارتینز و دیگران نبودند. بله با اون بازی رو بله بازی بر مقابل اساسونا بود که با حساب 4-2 اساسونا غلبه کرد و این چیز کار نداد. خط دفاعی بلند بود ولی فوتبالبازان اساسونا این رو استفاده کردند توسط کالیدورو توسط دولانو میگذاشتند و گل میزدند. حتی اگر ما باور خانز فلیک را به خاطر آوریم اونجا هم بعضی دستای بودند که جزا میدادند برای این شکل بازی. برای مثال خود لیپزیگ در یک بازی چگونه همون گیم کالیدورو و خط دفاعی بلند رو استفاده می‌برد با کنترل خیلی خوب می‌گذاشت. چون این بازی‌ها میشوند ولی اگر ما قیاس کنیم این بازی‌هایی که با مغلوبیت دست به انجام میرسند و اون بازی‌ای که در آفساید رقیبان را می‌قپد اینها به مراتب بیشتر خواهند بود. یعنی گویم که از 50 در 2 بازی دست شکست خورد در 48 بازی دیگر این کار خواهد داد. این الکای برقراری است، این الکای یک استواری است، الکای یک تاکتیک خاصی است که حتما در جلوی موسم از اون استفاده خواهد کرد خانز فلیک و اون کار خواهد داد. ولی ببینید از جانب دیگر همه درباره این حرف میزنند، همه ضد این به قول یک آنتی بیوتیک میجویند و نخود که همه مربیان تا آنقدر عمیق باشند که ضد این یک به قول یک ضد دارویی استفاده نبرند. و ببینید بازیگران سرعت بخشی آن دستای برقرار لالیگا میتواند از این چیز خوب استفاده برد و از جانب دیگر خود اتلتیکو در دفاع میشیند. عموما ما از روی یک بازی کلی موسم و کلی جایزه رو به او داده نمیتونیم. یک موسم شده رفت. ببینید این خیلی میشود باخت. در گذشته هم ریال مادرید شکست میخورد
از دیگر دستان ولی عجیبش میدونید در چی است نادرست است در موسم هایی که 4-0 بارسلونا ریال مادرید رو مغلوب میکند ریال قهرمان لیگ چمپیون ها میشه و بعد وقتی که قهرمان میشود بعد نمیدونم گلروز بعد خود رو چکر سفید میگیرد با فلیک و با نفران نه من خود نه برای بارسلونا این شب روز در مسابقه داخلی در مسابقه داخلی غلبه کردن هم الکی نتیجه خوب دانسته میشه من که بارسلونا قهرمان لیگ چمپیون میشود یا ریال میشود من خانزید فلیک و تاکتیک او رو گفته ایستادم که این زمان این برقراری و استواری دسته است که فوتبالبازان واقعا فوتبالبازانی که هستند با همین چیز خیلی خوب توغری گرفته ایستادند با استیل درست میگیرند اونها این چیز رو پای میبرند برای مثال این زمان برای من از لامین یامال دیده پاو کوبارسی فوتبالباز بزرگتر است چون که در همین موقع بازی کردن در چنین سن و سال مشکل‌تر از آن است که در خط حمله در چنین سن و سال بازی کنی بله در حمله اوزودتر است در حمله اوزودتر است اما در خط دفاع ببینید که او چگونه باید همه رو نگاه کند هم لحظه پاس دادن رقیب رو و فوتبالبازی که با او در یک خط بازی کرده ایستاده است باید بها بدهد لحظه پاس دادن و یک قدم عقب بماند این کار خیلی مشکل است باید فوتبالباز از جهت فیزیکی در سطح ایدئالی باشد و در چنین سن و سال در چنین سطح بازی کردن البته این کار بسیار و مهنت بسیار بزرگی را طلب میکند که پاو کوبارسی بین رسیده است نیگو مارتینز همچنین نفر اول هم نبود موسم میتواند این جوان که آنقدر تجربه زیاد نداره تا کجا برقرار نگاه داشته میتواند او در موسم گذشته هم بود تو آخر بازی کرد ببینید آخر موسم محمد چی ریخت و برام خود رفت نه همون پاو کوبارسی را اگر بگیریم همون خود پاو کوبارسی یک بازی مثال بیار که پاو کوبارسی در اونجا اشتباه دغل کرد و دسته بارسلونا شکست خورد یک بازی ببینید وقتی که نه چنین بازی نبود چون که پاو کوبارسی در همه بازی خیلی نمیشد که بازیگر در همه بازی به خطا میرود خیلی مسی در بازی خطا میکند نه پاو کوبارسی در همین است که این زمان به خطا رفته است ببینید وقتی که دسته شکست میخورد عیب هم بازیگران است اگر که او تماما ناعیب دارم باشد یگان فایز عیب در او هم توقعی کردن در کار نمی‌کنه این خیلی نیست به طور مطلق اینا میفلی گپ میزنیم نه صد فایز اما این زمان اگر بحث شما درباره پاو کوبارسی این زمان باشد باید درباره پاو کوبارسی بحث کنیم بحث شما درباره تاکتیک فلیک باشد درباره تاکتیک فلیک درباره کوبارسی یک موضوع معین رو انتخاب کنید درباره اون بحث کنید از اینجا میپری با خانزید فلیک از اینجا میپری با پاو کوبارسی میپری با موسم گذشته باز میای با موسم نه مشکل خودت رو پروفسور همه دور زمانهای فوتبالی میگیری حتی از گوارتول هم دانش خود رو بلندتر میسازی من فکری من درباره پاو کوبارسی این است که ببینید من باور ندارم که نفر جوانی که آنقدر تجربه غنی ندارد اینقدر برقرار در مسیر یک موسم طولانی آن بالانس و موازنت رو نگاه دارد این یک فکری اندیشه کامل من ممکن به طور 200% خطا باشد این فکر شما خطا میبرد یا درست میبراید این رو شما در مسیر موسم کنونی مشاهده خواهیم کرد مشاهده خواهیم کرد ولی من میدونید چی گفتم من گفتم تو همین دم تو همین بازی من نمیدونم که در آینده چی گپ میشه من گفتم که تو همین دم پاو کوبارسی بازی که نشون داد یگان مشکل یگان ضعیفی رو نشون نداد همچون یک حملهگر ایدئال یک دفاعگر ایدئالی خود رو نشان داده ایستاده است از همه جهت هم پاس خوب دارد پاس اولی که میدهد هم در خط دفاع موقع همیشه درست رو انتخاب میکند چگونه او امباپه و وینیسیوس رو چند مرتبه با دام افساید افتاد یعنی همین چیز رو من در نظر دارم اما در مسیر موسم شاید او ضعیف شود شاید با مشکل روبرو بگردد این البته احتمال این چیز همیشه وجود دارد من تا همین دم گفته ایستادم و شما برای مثال انا در سن 17 سالگی با من یک دفاعگر رو مثال بیارید که در چنین سطح بازی کرد در خاطر دارید چون این دفاعگر رو که در سن 17 سالگی در چنین سطح بالا بازی کرد من حملهگران مثل یامین یامال با شما 10 تا میبیارم از خود بارسلونا بویان کرکیچ در چنین سن سال بود خود لیو مسی انسو فاتی در چنین سن سال در چنین سطح بازی میکرد اما دفاعگری رو بیارید که در همین سطح در سن 17 سالگی بازی کرده است دفاعگر مرکزی رو 40 سال پیش ممکن مالدینی بود ولی این زمان ما او مالدینی رو در خاطر ندارم چگونه بازی کرده است اینقدر بسیار گپ زدی که از برنده بودن در برنامه بسیارتر گپ زدید ببینید اینجا گپ در همین است وقتی که خود در مرحله تا این دمی پاو کوبارسی صحبت کردیم من یک فکر تخمینی خود رو گفتم که تا انجام موسم اینقدر بوده میتونه در مورد این سوال گذاشتم من از سال 2027 یکمش که یگان تخمین نزدم مسئله دیوم در مورد پارالل آوردن با پاو کوبارسی با زور بودن و قوی بودن تا این دم یگان خیلی با قول بحث و جنجال و از طرف من ناراضگی بیان نبود من تنها امیر را گفتم که آیا میتواند تا آخر موسم
ба таври тахминӣ чунин барқарор бо як мувозинати баробар бозиашро нигоҳ доштан суҳбати мо дар бораи он буд ки Пау Кубарси то ҳамин дам чӣ гуна бозӣ кард, дар мавриди он набуд ки баъд аз ин чӣ гуна бозӣ мекунад. Ду мавзӯи алоҳида ҳастанд. ман чунин ҷумларо пеш овардам вақте ки то ин дам буд албатта ки ягон ҷанҷол ягон норӯзгӣ нест. бубинед вақте ки агар ки гапи худатро мисол хато биёрем ки не ҳисоби бозии Реал Мадрид Барселона 4-0 буд 5-0 буд, албатта хатои комил аст. дуруст дар ин маврид умуман ягон чиз нест. вақте ки ман гуфтам оё барқарор бозӣ нишон дода метавонад, не худат бояд ки ба як коре карда гап мара ноҳақ бурори. гап дар ҳамин аст. ин мавзӯи дигар аст. Имомбек, ташаккури зиёд. не умуман дар бораи Павел Кубарси охир ин қадар бозигаро номнавис кард, ҳамаи рӯйхатро пеш овард. ман ягон даъвои зиёдатӣ надорам ки зидди як бозигарони дигарро номнавис кунам. ташаккури зиёд.